دیروز 16 فوریه در دادگاه شهر استانبول ترکیه ادامه مرافعه سودی سلیمان قیوموف متهم و قتل عمر علی قوتوف برگزار گردید. خود سلیمان قیوموف در دادگاه حاضر نشد، اما طریق اینترنت در آن اشتراک مستقیم داشت. طرف دعواگر سهراب ظفر رهبر نفطین گروه 24 نمایندگی میکرد. در عموم مرافعه آرام گذشت. در مورد اتهاماتی که به سلیمان قیوموف نسبت داده شده است، هرچی سهراب ظفر میگفت او آرامانه قبول میکرد و پاسخی نمیداد. به نظر میرسید سلیمان با گناهش اقرار است و تنها حکم دادگاه را انتظار می شود. این چهارمین مرافعه با پرونده قتل عمر علی قوتوف پایه‌گذار و رهبر وقت گروه 24 که شام 5 مارس سال گذشته شده بود می باشد. دادگاه اعلان حکم به سلیمان قیوموف را به 26 فوریه گذاشت و حضور او را در دادگاه حتمی دانست. سلیمان قیوموف در زهر دادن و کمک در قتل عمر علی قوتوف متهم می شود. دیروز مرافعه سودی برگزار شد در دادگاه شهر استانبول نسبت قضیه عمر علی قوتوف و متهم دانسته میشه که سلیمان قیوموف و پیش از این هم 3-4 بار دیگر این مرافعه برپا شده بود. باعث نگرانی بود که یگان نفری ما به اونجا دعوت نشده بودیم و دیروز ما رفتیم طلب کردیم که ما را به حیث یک شاهد و جبردیده اونجا قبول کنند و دادگاه طلب ما را هم پذیرفت. با همراه دیگر اعضایان گروه اونجا حضور داشتیم. سلیمان قیوموف باشد و طریق آنلاین با ما در تماس بود، یعنی در دادگاه در تالار اونا حضور نداشتن، فقط به طریق آنلاین حضور داشتن و یک چند نقطه هایی که ما در اونجا ذکر کردیم نوآوری بود در این حکم در این دادگاه و در آخر از سلیمان قیوموف پرسان کردند که آیا نسبت گفته های ما یگان واکنش یا رد میکند. در جواب گفت نه، همش قبول هستند و دادگاه حکم خودش را به 26 فوریه